بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر بیاد داشته باشید در داستان عبدالله بن مسعود که ما روز قبل براتون نقل کردیم، امروز قسمت دومشه. اونجا رسیدیم که عبدالله بن مسعود در کوفه بود کنار عمار بن یاسر که عمار بن یاسر امیر کوفه هست و عبدالله بن مسعود به عنوان معلم و آموزگار امور دین و اخلاقیات و سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. گفتیم عمر در عرفه بود که بالاخره تعدادی از اهل کوفه اومدن. عمر گفت چه خبر؟ گفتن بابا یه مردی هست اینجا در کوفه قرآن رو یه جوری میخونه، از حفظ میخونه، برای ما روشش عجیبه و فلان. اینا عمر عصبانی شد که بی سابقه بود، چون خیلی سخت بود برای صحابه که ببینن یک فردی داره عجیب و غریب مثلا قرآن میخونه و جوری که مثلا دیگران نخونده باشن. اینا هم ماجرا رو درست نفهمیده بودن، تازه مسلمانانی بودن که تازه با این شرایط آشنا شده بودن. عمر گفت خب کیه فلان؟ گفتن عبدالله بن مسعود. کم کم عمر خشمش خوابید. گفت شما بدونید که قسم به خدا هیچ کس در بین مردم سزاوارتر از عبدالله بن مسعود از اینکه قرآن رو حفظ بخونه و برای شما قرآن رو تلاوت بکنه به روش هایی که بلده نیست. داستانی رو براتون نقل میکنم. عمر میگه که شما متوجه بشید از این داستان که عبدالله بن مسعود کی هست. میگه عمر یک کمی صبر کرد، بعد گفت نگاه کنید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک شبی ایشون تاریک بود با اومد بیرون با ابوبکر، پشت ابوبکر بود و داشتن با هم دیگه در مورد امور مسلمانان صحبت میکردن. میگفت منم اونجا باهاشون بودم و پیامبر بالاخره اومد بیرون و ما هم اومدیم بیرون و داستان هست، حالا توی مسجد بود یا بیرون بود که در حرکت بودیم، دیدیم یک مردی وایساده و داره در مسجد چیکار میکنه؟ نماز میخونه. میگه ما متوجه نشدیم که این چه شخصیه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه همینجوری وایستاد و گوش میکرد و رو به ما کرد، گفت هر کی دوست داره قرآن رو همینجوری تر و تازه بشنوه که قرآن نازل شده، نگاه کنه قرائت عبدالله ابن مسعود رو. گفت ابن ام عبد که همون عبدالله ابن مسعود هست. میگه سپس عبدالله ابن مسعود نشست و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای اون دعا کرد. گفت تو سوال کن تا من برات بدم هر چی میخوای. بعد میگه رو به عمر رو کرد و میگه که من با خودم گفتم که ببخشید من مقداری مطلب رو با عجله خوندم. میگه عبدالله بن مسعود نشست و بالاخره دعا میکرد. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حالی که عبدالله بن مسعود دعا میکرد بدون که اون متوجه بشه گفت تو بخواه هر چه بخوای بهت داده میشه، تو بخواه هر چه بخوای داده میشه. یعنی نشون میداد که پیامبر بدون که این متوجه بشه، حالا ابوبکر و عمر باهاشن دارن اینو میبینن، یعنی گفت دعا تو هر چی بکنی نزد خدا دعات پذیرفته میشه. عمر میگه که با خودم گفتم فردا صبح میرم به عبدالله بن مسعود خبر میدم این بشارتی که از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون داده شده. میگه صبح من رفتم که بهش خبر بدم، دیدم ابوبکر قبل از من به من خبر داده. و این نکته‌ای که در مورد عمر وجود داره، میگه قسم به خدا من در کار خیری نبود که میخوام انجام بدم میگه که ابوبکر قبل از من این کار خیر رو انجام داده باشه. در هر صورت این علم عبدالله ابن مسعود به کتاب خدا، به قرآن خدا چیزی نبود که ما به همین راحتی بخوایم در موردش نظر بدیم. یعنی وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم ایشون در مورد محدثین، مفسرین و مواردی که از ایشون نقل شده در علم قرائت هست، در آراء تفسیری ایشون هست، در مورد روایات های حدیثی که از ایشون نقل شده، اینها خیلی عجیبه. میگن که عبدالله بن مسعود میگه قسم به خدا که لا اله الا هو، جز اون هیچ کس نیست، ما نزلت آیه من کتاب الله، هیچ آیه‌ای از کتاب خدا نازل نشده، دقت کنید، الا و انا اعلم این نزلت، مگر اینکه من بدونم اون آیه کجا نازل شده. اینما و اعلم فی ما نزلت، در چه موردی این آیه نازل شده، چون که این همیشه همراه پیامبر بود، خدمتکار پیامبر بود در مکه به ویژه و بعد از مکه هم در مدینه تا میتونست از پیامبر دوری نمیکرد. میگه اگر من بدونم کسی بهتر از من میدونه، من به نزد اون میرم تا آموزش ازش بگیرم. خب این رفتار اهل علم هست که همیشه به دنبال این هستن که علم بیشتری به دست بیارن. داستان نقل شده خیلی جالبه. میگن این روز عبدالله بن مسعود، فقط برای اینکه بدونید توانمندی این دانش چجوریه، که خودش نقل میکنه که میگه که عبدالله بن مسعود اون چیزی که ما داریم در موردش میگیم چیزی عجیبی شاید برای شما نباشه، عجیب باشه، ولی گوش کنید به این داستان. میگه عمر رضی الله عنه با یک کاروانی بالاخره در یک مسیری میرفتن، هوا هم شب بود و تاریکی مانع از اون بود که بدونن که چه خبره. با یک کاروان دیگه رسیدند و در اون کاروان عبدالله بن مسعود بود.
عمر به یک کسی گفتش که صدا بزنن اونها رو در اون کاروان ببینن اینها کیان. گفتن شما قوم از کجا هستید؟ عبدالله جواب داد من فج العمیق. من فج العمیق اصطلاح آیه قرآنی است که اشاره میکنه به شعاب مکه و اینها. عمر گفت که بهشون بگو که صدا بزنون که صدای بلندی داشت، بگو که چی میخواید. سفر بود، حالا سفر حج بود، هر چی بود. گفتش عبدالله بیت العتیق، بازم یه آیه قرآن که اشاره به مکه داره. عمر گفت ان فیهم عالما، در بین اینها یک عالمی حتما هست، و به اون مرد فرمان داد که به اونها صدا بزنه که خب از اون شخص بپرسن که ای القرآن اعظم، چه قرآنی، چه آیه از قرآن بزرگتر هست؟ عبدالله بن مسعود جواب داد الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، که اینجا صفت خدا رو میاره که نه چرت میزنه و نه میخوابه، همیشه پایدار و ناظر و نگهبان بر این هستی هست. بعد بهشون بگو کدوم آیه قرآن محکمتر هست و حکیمانه تر هست و دقیق تره. عبدالله بن مسعود گفت ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، خداوند امر به عدالت میده، امر به نیکی میده و اینکه حق نزدیکان داده بشه. عمر گفت کدوم آیه از قرآن جامع تر هست؟ عبدالله بن مسعود جواب داد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی یه ذره کار خوب بکنه میبینه، یه ذره کار بد بکنه میبینه. بعد میگه عمر گفتش خب بهشون بگو که کدوم آیه قرآن ترس بیشتری در انسان ایجاد میکنه و ترسناکتر هست برای اینکه انسان به سمت خدا بیاد. میگه عبدالله بن مسعود گفت لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب، این برنامه زندگی، برنامه خدا این نیست که با آرزوهای شما باشه یا آرزوهای اهل کتاب باشه، خواهش و هواهای نفسی یه مش ملا و حقه‌باز و شیخ و کلاهبردار باشه. خوب دقت کنید، من یعمل سوءا یجزی به، اینو بدونید هر کسی کار بد انجام بده پاداش اون میبینه، ولا یجد من دون الله ولیا ولا نصیرا، کار بد انجام دادی دیگه هیچ کسی در برابر خدا نه تو رو یاری میکنه نه کمک میکنه. بعد عمر گفت خب صدا بزنید بگو کدوم آیه است که امید انسان رو بیشتر میکنه. عبدالله بن مسعود گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، یعنی ای بندگان من که زیاده روی کردید در گناه ناامید نشید از رحمت خدا، خدا همه گناه ها رو میبخشه، خدا خیلی بخشنده و مهربانه. عمر گفتش که به اینا صدا بزن آقای عبدالله بن مسعود پیش شماست؟ گفتن بله عبدالله بن مسعود پیش ما هست. بله این عبدالله بن مسعود تنها قاری نبود، تنها عالم نبود، عابد نبود، زاهد نبود، بلکه ایشون مازاد بر همه اینها یک مجاهدی در راه خدا بود که با تمام وجودش تلاش میکرد و گفتم که در تمام جبهه‌های جنگی و غزواتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داشتن همراه ایشون بود. ایشون خیلی در مکه رنج کشید توسط این ثروتمندان اینها. اینی که فقط شما بدونید که حالا ببینید مثلا از شجاعت عبدالله بن مسعود میگن خیلی لاغر بود، خیلی ضعیف بود. حالا جریانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که از خود درخت میفرسته بالا خرمایی رو بکنه، میره خرما رو بکنه و پیامبر میخندیده به ساقه های پای لاغر این و گفته که بدونید که این گفتن چرا میخندی یا رسول الله، مگه چه خنده واسه چی؟ گفت به خاطر اینکه این نگاه به این ساقه های پای لاغرش نکنید، اینها نزد خدا خیلی ارزش داره، از فلان و فلان کوه و مثلا فلان ارزشش بیشتره. نشون میده به ارزش ایمانی یاران پیامبر و انسانی که با ایمان همراه هست. حالا ببینید همین شخص ضعیفه که اینقدر آزار شکنجه میدید که واقعا وقتی تاریخ سیرت ایشون رو نقل میکنه آدم تعجب میکنه. یه روز فقط همین رو فقط شما قصه رو داشته باشید تا بفهمید. یه روز تصمیم گرفتن که یک مسلمانی بره رسما که هنوز که کسی جهرا نگفته بود قرآن رو بین مشرکان و به صراحت قرآن رو تلاوت میکنه. صحابه جمع شدن بالاخره، در مکه بودش و خب تعدادشون خیلی اندک بود، هنوز عمر و حمزه هم وجود نداشتن که مسلمان شده باشن و گفتن که کی میره این کار رو بکنه؟ قرآن تا حال قریش نشنیده، بذار آیات قرآن رو بشنوه و کی میره این کار رو بکنه تا این آیات قرآن رو بشنوه؟ عبدالله بن مسعود بلند شد گفت من میرم این کار رو میکنم، قرآن رو تلاوت میکنم تا به گوششون برسه. گفتن ما میترسیم برات اتفاقی بیفته، میترسیم که بالاخره تو اولا حامی قبیلگی نداری، چون عرب جاهلیت این مسئله رو قوانین رو داشتن، کسی تحت حمایت قبیله قرار میگرفت بهش آسیب نمیزدن و از طرفی هم ضعیف هستی ممکنه بهت آسیب بزنن و نتونی این کار رو بدی. گفت نه منو بذارید من کاری میکنم آیات قرآن از من بشنون و خدا هم منو حمایت خواهد کرد.
دیگه قبول کردن دیگه. خودش داوطلبانه بود و میگه فردا صبح به مسجد الحرام رفت، در مقام ابراهیم علیه السلام قرار گرفت و سر صبح در حالی که قریش جلسه زده بودند و عادت داشتن جلسات تشکیل میدادن اونجا مینشستند و محافل و جلساتی که بود دیگه، در اون مقام قرار گرفت و با صدای بلند شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. با صدای بلند این آیات شروع کرد تلاوت کردن. به مجردی که این شروع کرد آیات رو میخوندن، قریش نگاه کرد گفتن کیه؟ گفتن آقا ابن ام عبد هست، همین عبدالله بن مسعود پسر مثلا مادر فلانی. گفتن وای به اون، حالا کارش به جایی رسیده که اون چه آیاتی که بر محمد نازل شده میخواد برای ما بخونه. و بلند شدن حمله کردن به این، حالا نزن که کی داری این رو میزنی. و این همچنان آیات قرآن رو با صدای بلند میخوند تا اونجایی که لازم بود خوند و در حالی که خون بر بدنش جریان پیدا کرده بود و بدنش به اصطلاح ما له و لورده شده بود و ایشون به طرف اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حالی که خون در بدنش جاری بود. گفتن خب ما به خاطر همین برای تو میترسیدیم که این کارو بکنی. گفت قسم به خدا دشمنان خدا در برابر چشم من خیلی خار و ضعیف بودن. تازه اگه بخواید فردا هم من میرم این کار رو انجام میدم و بدونید که من این کار رو خواهم کرد و اینها از ترس و بدبختی این کار رو خواهند کرد. اینجوری هستن. در صد عبدالله بن مسعود تا زمان خلافت عثمان رضی الله عنه عمر کرد و خب زمانی که حضرت عثمان بود دیگه بعد ایشون رو خواست به مدینه اومد و حتی نقل میکنن کوفیان نمیذاشتن برن، گفتن من اطاعت میکنم از فرمان خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و هیچ نافرمانی نخواهم کرد. و میگن حضرت عثمان ازش سوال کرد که چه شکایتت چی است، چی مینالی؟ عبدالله بن مسعود لحظات مرگش بود گفت از گناهان خودم. گفت چی میخوای؟ گفت رحمت خدا رو میخوام. حالا ببینید شخصیت ها چه بودن، ما چطوری هستیم. حالا توبه در جوانی شیوه پیامبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. ببینید شما جوان ها. گفت میخوای که من برای خودت و خانواده‌ات چیزی بدم؟ گفت نه من هیچی نیاز ندارم، من هیچی نیاز ندارم. جالبه که ایشون برای نماز جنازه خودش عبدالله بن زبیر بن عوام پسر عمه رسول خدا رو حواری رسول الله رو به عبارتی مسئول این کار کرد و امور ازدواج دختران خودش رو به زبیر و عبدالله بن زبیر پسر اون سپرد و هر کی میاد بدون مشورت اینا با کسی دیگه ازدواج نکنید. که عثمان گفت تو نگران نیستی در مورد فقر؟ بود نه من الحمدلله ما قرآن رو میخونیم، برخی حالا روایت ضعیف هم از بحث قرائت سوره واقعه رو نقل میکنه. خب ایشون قاری قرآن بوده و چطور میشه کسی با قرآن و رحمت‌های الهی باشه و دچار فقر بشه؟ نگاه کنید خیلی مهمه. عرب جاهلی پراکنده که غرق شرک و خرافات بود و تحت استعمار امپراتوری های اون زمان خودش بود و چقدر ظلم ستم میشد، به برکت قرآن به کجاها که نرسید. مگر میشه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که جزو برترین اصحاب پیامبر هست در قرائت و فقه و در تفسیر و در موارد دیگه خودش و خانوادهش از فقر بترسن؟ بله خدا از ایشون راضی باشه که ایشون جزو بهترین اصحاب پیامبر بود و این گونه شد که عبدالله ابن مسعود بالاخره اون هم به رفیق اعلای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی به خدا ملحق شد و در حالی که لبهاش و زبانش به تلاوت قرآن همیشه تازه بود. تا روز دیگه و قصه دیگه همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.